خب امروز 20 فروردین 1403 روز دوشنبه ساعت 1 تا 2:30 ظهر مراسم ختم یا مراسم سوم آقای رضا نژاد در مسجد جامع شرق غرب تهران برگزار میشه. افرادی که میخوان برن امروز میتونن برن اونجا. اونجا هم مترو داره، میدون صنعت، هم افراد اگه مشکل پارکینگ دارن اونجا چند مجتمع بزرگ تجاری هستش، میتونید پارک بکنید اونجا. تقاطع حسن سیف و فرهزادی پارک بکنید و بتونید از اونجا پل هوایی داره میید. سالن اجتماعاتش در واقع سالن اجتماعاتش برگزار میشه. من برای مراسم های گلپا رفته بودم، اینجا کاملا نشان دادم. میتونید برید. این ویدیو فقط من اینو میخواستم اعلام بکنم و حالا افرادی که میخواستم بدونن مراسم که برگزار میشه امروز ساعت 1 تا 2:30. من اگه بتونم احتمال زیاد حتما میرم اونجا اگر بتونم مثلا با کسی مصاحبه بکنم یا چیز خاصی اگر بود اونجا فیلم برداری میکنم. در همین جایی که دارید میبینید در آپارات یوتیوب که این ویدیو داره آپلود میشه همینجا آپلود میکنم. اگه دارید ظهر به بعد دارید میبینید یا روزهای دیگه احتمال رفتن فیلم برداری کردم. و مطلبی که هست در مورد همین موضوع همینه، در مورد عکس گرفتن با سلبریتی هاست. خب در این مراسم ها غیره. قدیم مردم مثلا امضا میگرفتن چون دوربین دست هر کسی نبود. دوربین افراد داشتن مثلا مسافرت اصفهان میرفتن شاید با که همیشه همراهشون نبود. بعضی وقتا همشون باید میرفتی فیلم میخریدی، بعد بس استفاده میکردی، مثلا یه تعداد محدودی مثلا 30 تا بود. الان هر کی موبایل داره و سلبریتی ها رو هر جا میبینن میگن با هم عکس بگیریم. بعد یه حالت صمیمانه ای داره کلا مواجه شدن با افراد فیمس و معروف که ما اونا رو میشناسیم، اونا هم ما رو میشناسن. بعد توی شرایط خاص مثلا یه وقتی یکی سلبریتی مثلا داره خرید میکنه در یک جایی در تهران با همسرش، اون متفاوت تره با اینکه در یک مراسم خاکسپاری دوست نزدیک یک فرد، اصلا جدا از اینکه اون فرد شهرت داره یا نه. چون علت این که من دارم میگم به خاطر اینکه آقای پیجان بازرگان چند روز قبل اونجا بودن، بعد افراد رفته بودن که من چون این صحنه زیاد میبینم که افراد مثلا میرن اونجا تا این فردی هستش اونجا که میبینن میشناسنش سر بیا با هم عکس بگیریم توی صورت سلفی هستن. بعد اینو از این طرف من دیدم در این چند روز در رسانه ها و غیره اینجا پیشان نشان بدم افراد اومدن میگن که استوری گذاشتن که این چه کاریه و حالا نمیخوام آدما رو نشون بدم چون دوست ندارن دیده بشن. به نوعی دارن میگن که آقا مردم چرا این کارا رو کردن، مردم چرا. اولا که این چیز خیلی مهم مثلا توجه کنید، آقا کسی که می‌خواسته بره سلبریتی بشه معروف بشه نمیدونسته این موضوع رو که اگه معروف بشه هر جایی ممکنه آدما، یعنی اینو باید در نظر گرفت. افرادی که قبل اینکه برن مثلا مشهور بشن، به هر کسی که بخواد مشهور بشه هر کسی بپرسی میگه آقا همه میشناسن، میگه منم میخوام همه بشناسنم دیگه، هر جا میرن منو بشناسن. اینو بعد این همه میزو نباید چرخون سمت مردم. یکی از اقوام ما رپره، خب نوجوانان خیلی میشناسنش. در همین بیت زهرا پارسال پدر بزرگ اون شخص از اونجا رفته بود در سالن اوروژیان تطهیر که کارهای مسئول مربوط به بدرقه اموات رو انجام میدن. یه فردی اومد عکس میگرفت باش، بهش گفتم که ببین الان شما با یه عکس گرفتی میخوای بری چی بگی؟ میخوای بگی حالا فرق اون که حالا مثلا آدم مهربونی، حالا مراسم پدربزرگش شو، ولی خب اونجا شرایطی نه. اینجا این عکسی که شما گرفتی و میخوای بری به چی نشون بدی، به کجا نشون بدی؟ وقتی نشون دادی چی بگی؟ یعنی اینجا که معلومه کجاست. بعد اون نمیپرسه اینجایی که هستی، این محیطی هستی، تو اونجا چه کار میکردی، اون اونجا چه کار میکرد، بعد این عکس رو گرفتی چرا داری منتشرش میکنی، چرا داری به من نشون میدی؟ اینا من اینو خیلی بهش دقت کردم. بعد خودش مونده بود اصلا راست میگی یا اینجا که اصلا محیطی نیستش که من مثلا برم بگم که ما تو این محیط مثلا داریم لبخند میزنم کنار این عکس گرفتم، چرا اینجا کلی سوال پیش میاد. خب اینو بعد هم حق رو به مردم داد، این هم به اون افراد. یه جنبه خاصی که داره اینه که ما آرتیست رو بخوایم بود روانی عاطفی و روحیش رو در نظر بگیریم با یک ورزشکار خیلی متفاوته. میگن هنرمند احساسی هستند، مثلا خیلی سنسیتایزن به قول معروف و چیزی سانتیمنتالن و اینا. واقعا اینجوری هست. یعنی ورزشکار که اسمش روشه که روحیه ورزشکاری، روحیه سرسخت جنگنده آیه چیز خیلی وقت ببینید پیش میاد که مثلا میرن در حواشی که پیش میاد مثلا یه فردی
تو مسائل ورزشی هم حواشی زیاد یه حرفی میزنه یه دفعه از کوره در میرن، ناراحت میشن، خوشحال میشن غیره. ورزشکار که باید یه فردی باشه که کنترل عواطف داشته باشه توی شرایط خاص. همین آیه حسین کنعانی زاده داشتم فکر کنم یادم بیاد، اون رفت در عراق شهر ما، اونجا داره سوار اتوبوس میشه، حالا تیم پرسپولیس مثلا باخته بود به تیم آلومینیوم عراق، این زمین اینجوری وجود داشت، یه نوجوانی برمیگرده یه حرفی میزنه، اون یه دفعه از کوره در میره و رفتار خیلی خاصی انجام میده که اصلا اون کمیته انضباطی هم اتفاقا خیلی پیگیری کرد. یعنی میخوام بگم که شما ورزشکار که باید اصلا تمرین اینو اصفه این کنترل عواطف باشه، هم گاهی اوقات در شرایط خاص شما باید در نظر بگیری که ممکنه یه واکنش خاصی به شما نشون بده. چه برسه هنرمندان، اون هم در اتفاقی مثل مراسم آقای رضا داودنژاد این مثلا متفاوته با مثلا مراسم آقای گلپا یا مراسم آقای مهرجویی. تا همین داشتم نگاه می‌کردم پدر آقای علیرضا پدر آقای رضا داودنژاد یه تصویری چند روز قبل داشتم نگاه می‌کردم، پست‌های قبلی که ایشون گذاشته بوده مربوط هستش به خیلی خاصه. ببین شما بعد فیلمساز داره یک جهان جدید رو برای شما خلق میکنه، فیلمساز یک جهان رو داره از زاویه دوربین خودش برای شما خلق میکنه. ببین تا یک سال گذشته، خب ببین این تصویری که در پروفایل اینستاگرامشون میخواد برید پیدا بکنید، این آدرسش هستش، خود آقای رضا داودنژاد که اصلا در واقع آخرین پستی گذاشته مال 27 ژانویه، یک تصویری در ماشین نوشته، یک جمله خاصی هم داره، فکر کنم قبل اینکه بخواسته بره بیمارستان، من به شما نشون میدم چند دقیقه. آدرس اینستاگرام آقای علیرضا داودنژاد پدرشون هست، میتونید اینجا پیدا بکنید. عکس تصویری که دارید میبینید مادرشون هست، خانم احترام، که از دنیا رفتن چند سال قبل. ایشون هم اکتور بودن در سینما، ما کارهای در فیلم مرهم اینو دیده بودیمشون. 3 تا پست دارن از پارسال این موقع تا الان آقای علیرضا داودنژاد، 3 تاش ببین 3 تاش مربوط هستش به آقای کیومرث پور احمد که از دنیا رفته. این که تاریکه رو من الان باز نمی کنم. وسط این مال مراسم خاکسپاری آقای مهرجویی هست که چند تا شات هست که دارن وقتی دوباره داربسته رو دارن باز میکنن و به هم چسبیده منتشر کرده. و بعد این 3 روز قبل این پست رو گذاشته که من حالا چون ممکنه ناراحت کننده باشه برای افراد، من ویدیوشو باز نمی‌کنم، میتونید برید خودتون ببینید. آقای رضا داودنژاد و همسرشون خانم غزل بدیعی در روزهای آخری که در بیمارستان بودن ایشون فیلم منتشر کردن از ایشون. خیلی خیلی برانگیخته میکنه عواطف انسانی آدم رو، همین خاطر من بازش نمیکنم. افراد اگه دوست داشتن میتونن ببینن، خیلی غم انگیزه بی‌نهایت. این پست خیلی بازدید که خورده در اینستاگرام آقای علیرضا داودنژاد. ها اینو میخوام بگم، در مراسم یک جوان، آقای یک فرد 45 ساله که این همه با روحیه دوست داشتنی داشته، با این شرایط خاص از دنیا رفته، بعد آقای یوسف تیموری ببینید که چقدر گریه میکرد توی اون مراسم. یا اتفاق مثلا خیلی عجیب میفته مثلا برای داریوش مهرجویی و همسرشون. شرایط اون هنرمندایی که میان اونجا اصلا شرایط عادی نیست که شما برید. بعد اصلا با آرتیست اصلا چیز خاصی نیست، یعنی به شما چیز خاصی نمیده. شما اگه سوالی ازش بپرسی، تجربه ازش بپرسی، بگید مطلب براش بنویسه. اون حالا قدیم امضا بود، طرف اگه ناراحت هم بود مثلا گریه می‌کرد امضا می‌کرد، یا مثلا خوشحال بود امضا می‌کرد، یا اگه لباسش خاکی بود فرقی نمی‌کرد باز امضا می‌کرد. یا من خاطرم میاد خیلی سال قدیم، سال شاید 77 8 کوچیک بودم، در شهر بازی عراق آقای کاظم افرندیان اومد اونجا. خیلی سال قدیم، اولین بار که من اونجا رفتم خیلی کوچیک بودم، این برگه چه سریال در تلویزیون پخش میشد، خیلی معروف بود ایشون. خب خیلی هیجان داشت که فرد معروف از نزدیک آدم ببینه. اون زمان خیلی قدیمو دارم میگم، فرد کوچیکه که تازه با این جهان فرد دبستانی. و یادمه ایشون خیلی شرایط در حال حرکت بودن، روی برگه تون گفت اسم چیه، یه چیزی نوشت و امضا کرد رفت. دارم فکر می‌کنم اگر مثلا عکس بخواست کسی بگیره در اون لحظه، بس فرم چقدر تغییر کرده. امضا کردن در حال حرکت می‌خواست تبدیل بشه عکس سلفی. خب بعد 10 نفر 10 تا مثلا
5 ثانیه هر شات با موبایل سلفی عکس گرفتن باشه میشه چند دقیقه؟ میشه مثلا 100 ثانیه مثلا میگم. فرد بعد وایسه خودشو مرتب بکنه، بعد اگه ناراحته اشکشو پاک بکنه یا عکس بلا لبخند بزنه، چون داره دیده میشه خودش اصلا یه آنستیبیلیتی و یه حالت اشتباه گفتم این غیر راحتی رو به اون فرد القا میکنه. ولش کن، این قسمتی که گفتم از جدی نگیرید. هنرمندا کنترلشون بالاست تو هر شرایطی، مخصوصا هنرمندای ایرانی آنستیبل نمیشن، آن کامفورتبل نمیشن، خیلی کنترلشون بالاست حتی اگه بخواد از ولی خب وقتی در اونجا هستن شاید دوست نداشته باشن دیده بشن. بعد مگه اصلا آثار تاریخیه. ببین تو همین مراسم‌ها یه سری افراد هستن خیلی دوست دارن، اتفاقا خوشحالم میشن ازشون عکس بگیرید. یه آقایی هست حال محض با اینکه میمیک صورتیشون هم همینجوری که میبینید باهاش عکس گرفتم، این فرد اصلا اینا یه افرادی هن. یه تیپایی میزنن، ببخشید یه تیپایی میزنن میان اونجا که اصلا دوست دارن که شما خیلی خوشحالم میشن اگه ازشون عکس بگیرید. خب اینا در واقع هنرمندای اونجا هستن، هنرمندای اون مراسم هستن و شما به صورت یه اچیومنت اگه بشید باشون عکس بگیرید، مثل آثار باستانی. خب هم اونا خوشحال میشن، اصلا این لباسا رو میپوشن از مثلا تیپای اینا مثلا مورد دهه‌های قدیمه. خب اومدن که دیده بشه، اصلا همین جوری هم شما ازشون سلفی هم بگیرید بازم خوشحال میشن، از دور هم ازشون عکس بگیرید بازم خوشحال میشن این افراد. خب ببین اینجا در واقع این بجی که ایشون داره روی کتشون علیرضا تختیه، درسته؟ کشتیگیر قدیمی. خب خوشحال هم میشن. ولی مثلا آقای پژمان بازرگی یا یوسف تیموری ناراحته توی اون شرایط. بعد همینو دارم از اون مطالعات به سختی دارم میگم، هی با واژگان خاصی که دارن همین جوریشون اینا وقتی که سر صحنه هستن باید برن این مدت زمان طولانی در واقع بتونن اون اون پرسوناژ و اون کاراکتر رو تمرین بکنن بیان اونجا. بعد حالا توی این شرایط دوستش از دنیا رفته، در واقع جای چیزی هم هست، جای حساسی هم هست، داره گریه میکنه، بعد بهش بگی عکس بگیر، اون نمیتونه با گریه که عکس بگیره، باید لبخند بزنه عکس بگیره. حالا از اون حالت در حال گریه بخواد تبدیل بشه در حال خنده، این خیلی هزینه بره برای اون فرد از نظر اکتینگ. خب و براش سخته. به همین خاطر پیشنهاد میکنم کار نکنید در مثلا جای دیگه. بعد آخه چیز خاصی هم نیست مثلا عکس بگیره فرد با کسی. اگه شما بتونید یه تجربه یه هنرمند ازش بپرسید، مثلا قدیما میرفتن مثلا پیش یک فرد مثلا عارفی میگفتن یک مثلا نصیحت به من بگو، مثال میگم نصیحت پرسش که تجربه ای از جهان اون فرد رو شما فرق نمیکنه، هنرمند، ورزشکار، غیره، سیاستمدار، هر کسی تجربه زندگی اونه. حالا مثلا عکس گرفتی، خب برو 33 پل عکس بگیر، چه میدونم بنا که زیاد هستش که بعد علیرضا نژاد مثلا اینو ببین، اینا مثلا اصلا جنبه های تصویر این پلاک من پوشوندم، مخصوصا همین چند روز پیش مراسم آقای رضا نژاد برگزار شده بود، من خیلی اتفاقی به ذره متوجه شدم که یادواره آقای یادبود سالیانه آقای مادری فردین هم اونجا هست. رفتم اونجا یه ویدیو گرفتم، فکر می‌کنم برام ببینم. بهمن مفید ببین الان ماشین آورده اونجا، اصلا آورده که شما از عکس بگیرید داخل محیط بهزرا با این عکس بهمن مفید کنار مزار خدای بهمن مفید هم اونجا هست. تا این مثلا خیلی خوشحالم میشه اون در واقع صاحب اثر خود رو وقتی تصویر رو ببینه. من دونه چون عجله دارم تون اینا رو نشون. خب آقای رضا نژاد اسکرین شات گرفته که از دوستای من در ترکیه برای من فرستاده در ایتا که دارم به شما نشون میدم. در اینستاگرام خودش هست، اینستاگرام خود آقای رضا نژاد که تیک آبی هم داره. 27 ژانویه، نزدیک 4 ماه قبل، و آخرین پستی که ایشون گذاشته بود شب‌های هجران را گذراندیم و زنده ایم ما را سخت جانی خود این گمان نبود. مال آی شکیبی خیلی غم انگیز بود این پست من، زمانی که حدود فشار تو عید بود یه تصویر منتشر شد که خبری که گفتن آقای رضا نژاد، من میدونستم که عبدشون مثلا درمانی دارن پیش میبرن، گفتن آقای رضا نژاد تحت درمان هستش، از بیمارستان بسیج دانشوری رفته شیراز. سعی رفتم اینستاگرامشون رو دیدم، خیلی ناراحت شدم، چون تقریبا دنبال میکردم این مسائل رو.
امیدوار بودم این اتفاق نیفته، ولی متاسفانه اتفاق افتاد. خدا به خانوادهشون صبر بده و به بازماندگانشون، روحشون هم قرین رحمت الهی. ویدیوی پست بعدی که در توضیح مطلبی که ویدیویی که آقای علیرضا نژاد گذاشته بود، یک مطلبی گفته غزل بعدی عروسشون گفته بعد چیزی که افراد نمیدونن، عسل بعدی خواهر خانومشون که از دنیا رفت دقیقاً همین روز 13 بدر بود که خودشون از دنیا رفت. خیلی این خانواده سختی کشیدن، آینی یک دقیقه شو هر کسی نمیتونه تحمل بکنه. اتفاقات این چندین سال گذشته رو اگه بخواید مرور بکنید. خب غزل بعدی اسطوره عشق و وفاداری به همسر، خانم غزل بعدی رو گفتن اون مثلا در 10 سال بیماری رضا همچون پروانه‌ای به دور او گشت، عروس عزیزم تا ابد در قلب من جا داری. که افراد میتونید به کامنت بذارید، ابراز همدردی بکنید، فرزندشون از دست دادن. خب به حال اگه میتونید مراسم شرکت بکنید، برید اونجا بهشون تسلیت بدید، بگید بهشون در انرژی مثبت خودشون انتقال بدید. ما با همدلی زنده هستیم، یعنی جامعه انسانی بزرگترین مشکلاتش رو با همدلی میتونه حل بکنه دوستان. و دیگه ببینم چی هستش که اینجا من اسکرین شات گرفته بوده باشم که به در موردش صحبت بکنم یا به شما نشون بدم. ویدیوها هم داخل محیط اونجاست، نشون میدم. خب زودتر ببندم که برم اونجا. مثلا این افراد اینا خودشون داشتن، یه کسی داشت از اینا عکس میگرفت، بعد منم عکس گرفتم. اینا خوشحال میشن اصلا، چون اصلا تیپای این افراد اینجور ژست پیدا کرد تا این بر دوربین شنگ. این افراد اصلا میان اونجا که شما از این عکس بگیرید. روزی صبحی که خواستین لباس بپوشن نمیدونسته جلب توجه میکنه، مثلا یاد مردم یاد فیلم مثلا داشاکل نیستین جلوتر، یا فیلم قیصر میافتن مثلا برشون کنجکاو برنگه. چرا؟ ولی اتفاقا پوشته که شما برید باهاش عکس بگیرید، ازش عکس بگیرید، خوشحال میشن اصلا. اینا تیپاشون معلومه. خب اینا اکتور هم هستن، یعنی اگه ببینید تو فیلم قدیمی اینا که میان اونجا خیلی هاشون و در همین مراسم هستن. امروز هم اگه افراد برن اونجا میتونن برن ببینن که اینا اونجا هستن. خب داخل محیط اونجا رو خواستم نشون بدم که به چه صورت هست. خب اینا ویدیوهای خودمه. چیکار کنیم که دیر میشه؟ خب صداشو کم بکنم یه لحظه. خب مثلا من با این آقای قیومی مسابقه کرده بودم، نشون از طرفداران آقای اکبر گلپا هست. یه ویدیو دیگه یه جلو در دارن آواز میخونن، یه ویدیو دیگه همین محیط این نشون نمیدم، محیط هم مسجد هستش و داخل اونجا که میخوام بچسبن. چند ثانیه من اینو پاز بکنم ادامهش نشون میدم. بعد اون ویدیویی که من دیشب حرفایی که دیشب زدم در مورد اینکه علت اینکه آقای رضا نژاد تصمیم گرفته بود افزایش وزن پیدا بکنه رو خیلی جنجال برانگیز شده. یعنی افرادی یه پیامایی دادن که خیلی خاص بود، ولی خدا شاهده 4-5 روز من به این موضوع فکر کرده بودم. یعنی واژه به واژه‌ای که آقای رضا نژاد در مسابقه سربازی گفت واقعا من بهش فکر کرده بودم و همش هم 90% چیزایی که گفتم میتونم ازش دفاع بکنم. در هر حوزه جامعه شناختی، روانشناختی، هر کسی انقلتی در اون موضوع داره بیاد اینجا. ما اینجا کاش میتونستیم مثلا به صورت کلاب هاوسی بیام آدما صحبت بکنیم باشون، ولی امکانش نیست. حالا بعد یه شرط درست بکنم. این که گفته بودن خاتمی آیه سید محمد خاتمی بیانیه داده بوده چند روز قبل، روز همدردی کرده بوده با خانواده آقای رضا، خانواده آقای داود نژاد. افراد گفتن که آقای خاتمی در واقع یک کار تبلیغاتی سیاسی می‌خواسته انجام بده، وگرنه یعنی اتفاقا من اینو در نظر گرفت. مثلا آقای سید حسن خمینی هم بیانیه داده، اون مثلا شاید در موردش بشه گفت، ولی آقای خاتمی دوستان فارغ از این که مثلا اصلاح طلب، اصولگراست یا هر چیه، این فرد وزیر ارشاد بوده در زمان خیلی قدیم، در زمانی که پدر آقای رضا نژاد یعنی علیرضا داود نژاد، یعنی نسل علیرضا داود نژاد هم نسلانشون مثل خود آقای کیومرث پوراحمد غیره در اون دهه‌های اولیه وزیر ارشاد اون زمان که کل مسائل هنرمندان رو پیگیری میکرد و باعث شد انصافا باید بگی که خیلی اتفاقات بدی در مسیر هنری کشور ایران اتفاق بیفته، اتفاقات مثبت بعدی که اتفاق بیفته در زمان آقای خاتمی اتفاق افتاده بود. یعنی آقای خاتمی به عنوان وزیر ارشاد سابق که این خانواده رو میشناسه بیانیه داده
اینو باید در نظر بگیرید، نه صرفا یه فردی که مثلا 3 ماه پیش گفته من در انتخابات شرکت نمی‌کنم حالا همدردی می‌کنم. نه، این آوت آف باکس، از این زاویه باید بیرون از این زاویه رو بکنید که وزیر ارشاد قدیم که این خانواده رو میشناخته ابراز همدردی ببینید با دستخط خودشون. خب اینا هنری ان دیگه، کلا ارشادی‌ها و آقای خاتمی اینا مثلا توی همین چیزا هم هستن. با خط خوش این بیانیه رو داده و همدردی با. خب اینم گفتم چیز خاصی این چند روز نبود که مثلا واکنش برانگیز باشه. اگر بود حالا بعد از مراسم. حالا امروز من اگه دارید بعدا میبینید، من رفتم اونجا 1 ساعت دیگه در شهر غرب، مسجد جامع شهر غرب اونجا، می‌بینم چه افرادی میرن. اگر مسئله مهمی بود با افراد مثلا مصاحبه بکنم در موردشون. تجهیزات هم نیاوردم، خیلی عجله‌ای اومدم. خب ببین این داخل سالن هست. آها اینو میخواستم بگم، در اونجا خیلی مرتبه. بهشت‌زهرای تهران خب شما میدونید لحظه اولیه که فرد از دنیا رفته مراسمش داره برگزار میشه، این روزهای اولیه است. اصلا شرایط افراد اونجا حالت نگرانه، در محیط اونجا نگران کننده است. بعد شلوغ، خاکی، گرم. مسجد جامع شهر غرب اونجا صندلی داره، مرتبه و اصلا محیطش با محیط بهشت‌زهرا متفاوته و اصلا رفت به همین خاطر رفتار افراد اونجا میتونه متفاوت تر باشه. اگه فکر کنید اونجا مثل بهشت‌زهرا مثلا شلوغ جا نیست غیره، اینجا اصلا مراسم‌های گلپا هستش برای رفتار. ببین همون افراد اینجا هم هستن، همون افرادی که کلاه قدیمی میذارن و اینا اونجا. من دارم اینو بعد بزنم، من خودم بعد میرفتم اتفاقا و تمشو تنظیم میکردم موقعی که اینا هستن، ولی بعدن ولی مهم نیست. خب میخواستم بگم که محیطش اینجوریه. اون جلو مثلا افراد مثلا افراد خیلی سرشناس در حوزه هنری، حتی آقای رضا من میدونم که خب از مسئول وزارت ارشاد هم خواهند آمد و این حال مراسم آقای گلپاس که آقای ایرج مهدیان و اینا هم بودن که اینجا من بهشون نشون میدم با این پلیرم آقای عباس قادری. این آقای ایرج مهدیان صفحه اول نشستن، بعد آقای احسان خواجه امیری پدرشون اونجا بودن، مال آبان ماه چند ماه قبل. بعد در اینجا هم مردم رفته بودن همش می‌خواستن عکس بگیرن. این من به این خاطر آوردم، می‌خواستن عکس بگیرن. بعد اصلا اینجا می‌خواست مصاحبه بشه، نمیشد و اصلا شرایط خاصی به وجود اومده بود. ببین اینا به خاطر کپی رایت آهنگ داشت می‌خواد. بعد این بنده خدا محسن هم هست، آقای ایرج مهدیان عزیز، و هی مدام گفتن عکس بگیر عکس بگیر. بنده خدا ناراحت هم بود، دوستش رو از دست داده بود و خیلی شرایط خاصی به وجود اومد اونجا. اینجا راهروهای داخل سالن اجتماعات هستش، پله میخوره میره پایین قسمت عمومی. بعد محمدان میرن اونجا، میان افراد میسن اونجا باید. بعد جلوی در افراد جمع شد. حالا مراسم آقای شب بود، خب به خود متفاوت بود و آقای رضا روز خب این حالا مراسم آقای گلپا بود در همون مسجد جامع شهر. خب دیگه چیزی باقی نموند. محیطش هم که اینجا من نشان دادم. اگه هر کی نظری داره بنویسه، مخصوصا دوستان عزیز منفی سازنده. خب من محیط اینجا، حالا ببین این ویدیو من چندین جنبه داره، هم جنبه سرگرم کنندگی، هم آشنایی مثلا با شهر تهران، هم جنبه جامعه شناختی غیره. خود این فرد پدیده جالبیه از دید از ابعاد مختلف نگاه کنیم. این فردی جهان خاطره است، یک جهانی درونش هست از زمان قدیم در همون عالم خودش مونده. این خود این بجه آقای تختی، اشتباه گفتم، نه آقای تختی کشتیگیر وجه سینه‌اش هست و این فرد درونش استوری‌های بزرگی هست که تو همه مراسم هم میاد و به هنرمندا خیلی ارادت داره و علاقه داره. پیدا کردن استوری لاینایی که اتفاق میفته خیلی جالب تره برای من تا لزوما پرداختن به این که مثلا چه مراسمی داره برگزار میشه. این افرادی که گفتم توی چیز شرکت بکنه، اصلا عکس گرفتن از اینا خوشحالم میشن. بهشون بگو آقا بیا 200 عکس بگیر، خوشحالم میشه. از دور ازش عکس نزدیک بهشون بگو این استوری، چون اصلا اومدن برای همین کار
ولی آقای یوسف من 2 ساعت بعد از اینکه مراسم آقای برگزار شده بود، همه رفته بودن، یک فردی با سویشرت، نمیگم کی، سویشرت اومد رفت نشست بالا سر مزارش و اینقدر گریه کرد. من میدونستم اون فرد کیه، یک فردی که میشناسیدش به صورت ناشناس در خانه سینما هست، در فیلم‌های خانه سینما هست، داره گریه میکنه. ولی توی مراسم خاکسپاری نبود. 3 ساعت بعد، 2 ساعت 3 و نیم 4 بود، اومد اونجا نشست، چقدر گریه کرد 10 دقیقه رو. بعد که چند نفر اومدن رفت که اونا نشناسنش که اینجا بوده. یعنی میخوام بگم که در روز خاکسپاری افراد نباید به هنرمندا برن بگن آقا بیا با ما عکس که آمادگیشون ندارن. اما اینا که مثلا دکوری میان اونجا، خب بله اینا اومدن تسلیت بگن، در مراسم شرکت کنن، ولی یک جنبه سینمایی هم دارن. به این خاطر اومدن این مثلا متفاوته با یوسف تیموری که دوستش رو از دست داده اومده اونجا، ما میگیم عکس بگیر. بعد محیطش اصلا اونجا محیطی نیستش که شما بخواید به کسی نشون بدید که کجاست، میپرسه از این. اون فردی که من بهش گفتم به فرد نوجوانی بود، امیر خلوت فامیلی بود، رپره و اون خیلی نزدیکه اون تقریبا. بهش گفتم آقا با اینم عکس گرفتی. بعد جنبه رپ و عالم موسیقی هیپ هاپ اصلا متفاوته با مثلا سینما و اینا. گفتم حالا فرض کن این عکسم گرفتی رفتی، الان میخوای مثلا بزنی اینستاگرام، آدمو نمیپرسن اینو کجا دیدی، من که معلومه که کجاست. بعد نمیگن تو اونجا چه کار می‌کردی، این اونجا چه کار، چرا داری میخندی اگه اونجا هستی؟ اونجا هستی کسی از دنیا رفته، اگه تو چرا داری پس داری میخندی اونجا، اون چرا داره میخنده، بعد شما چرا با هم اونجا هستید؟ بعد خودش گفت راست میگی. گفتم خب پس برو بعداً من پیام بده یا هر چیزی، بعد برو با ایشون اصلا بشین ساعت‌ها باش عکس بگیر، اصلا من دعوت رپ صحبت بکنم فلان. ولی اینجا خب بعد من اگه بخوام وقت بذارن، راستش بخواید در روز 100 تا کامنت بخواد جواب بده، 100 تا 10 ثانیه میشه چقدر، 100 تا 10 تا پیام بخواد جواب بده. این توقع هم نباید داشته باشید که شما پیام میدید اونا بخوان جواب بدن، بتونن جواب بدن، بخوان که هیچ. خب همین بود دیگه، مطالب محتوام تموم شد. محتوایی نداشتم، ولی همین صحبتایی که تون داشتم می‌کردم که این زمانش پر بشه، خودش 27 دقیقه است. خب پس من اینو رو متوقف می‌کنم. اگه بتونم حتما میرم الان به سمت شهرک و اگه بتونم اونجا در همین جایی که دارید می‌بینید در یوتیوب نوشته آرت ساید، آپارات هم همینطور یه پلیلیستی باز میشه. این یوتیوب مخصوص همین مسائل حواشی هنرمندان اینو درست کردم، ولی آپارات فعلا در همه. ولی هر دوتاشون یه پلیلیست باز میشه، ادامه ویدیو قبلی و بعدی این موضوع رو میتونید ببینید. مثلا آقای فردین و خاکسپاری آقای رضا نژاد و آقای مهرجوی گلپاقی. خب فعلا همگی ببینم چیزی که یادم نمیاد، اگه یه چیزی جا بمونه دیگه حوصله ندارم الان فعلا ضبط کنم. اونجا اگه حواشی خاصی آقای بهمن بازرگان خبرنگار من دوست داشتم اونجا بود، اگه باش صحبت کردم اونجا منتشر کنم. فعلا همگی خدا نگهدار همه.